قبل از آغاز چهاربینی رهبریت ناحیه سینا از رسم و مصوراهایی که از جانب معارفچیان به خاطر روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تصویر یافته در صحن مؤسسه تعلیمی خصوصی مکتب معاصر بین المللی گذاشته شده بودند دیدن کردند. سپس در تالار مؤسسه قسمت رسمی چهاربینی با صدا دادن سرود ملی کشور آغاز گردید. در جمع‌آمد تنطرانه‌ای به مناسبت تأسیس‌یابی روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، رهبریت، کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینا، کارمندان ساحه معارف و سربازان و افسران قسم‌های نظامی حدود ناحیه شرکت نمودند. رئیس ناحیه سینا ضمن برآمد خویش اظهار داشت که ارتش ملی کشور بسیار جوان باشد هم، لیکن در این مدت کوتاه آن امروز به یک نیروی بزرگ جنگی تبدیل یافته، قادر است که دستاورد و منفعت‌های دولت تازه استقلال، ساخت کنستیتوسیونی و حیات آسایشته مردم را حمایت و تامین نماید. رهبریت دولت و حکومت جمهوری به خصوص سرفرمانده عالی قواهای مسلح محترم ایوم علی رحمان از روز اولی بنیاد ارتش ملی نوابسته از وضع نامساعدی حربی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور به ساختار تشکیلی و اشتاتی، تامینات مادی و تکنیکی و پرگردانی صف‌های ارتش با افسران کسبی و متخصصان ورزیده نظامی توجه مخصوص ظاهر نمودند. علاوه بر این از روزهای نخستین تأسیس‌یابی ارتش ملی این جانب با مسئله‌های بنیاد و تجهیزانیدن قسم‌های حربی، تشکیل نوهای قواهای مسلح، پورا نمودن آن با هیئت شخصی و بهداشت آمادگی جنگی خدمتچیان حربی از جانب دولت و حکومت جمهوری تدبیرهای مشخص عملی کرده می شود. برای فارغ‌بالی شرکت داران باشد از جانب هنرمندان مؤسسه دولتی تئاتر نمونوی مینیاتور آینه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه صحنه‌چه‌های هجوی پیشکش گردانده شد که به همگان پسند آمد. در قسمت برنامه فرهنگی چهاربینی هنرمندان فیلارمون دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف برنامه رنگین کنسرتی را پیشکش همگان نمودند. ارتش یا خود قواهای مسلح در هر دور و زمان برای هر یک کشور صاحب استقلال پایه متین، کفیل بخطری و تامین کننده حیات آسایشته مردمان آن سرزمین به حساب می رود. افتخار بلند مهم‌پرستی، صمیمیت نسبت به این سرزمین و ارزش‌های عالی دولتداری در سیمای کل اشتراکچیان جامعه تنطرانه‌ای به افتخار تأسیس‌یابی روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیدا بود.